Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. علیکم السلام. استاد اولین اینکه استفاده سایت‌های اجتماعی و مثل اینستاگرام برای خانم‌ها و زن‌ها همین تا چه اندازه اجازت است؟ آیا این سبب فتنه نمی‌شود؟ مثلا اکثر مردم بهانه علم آموزی میکنن، میتوانند که در یوتیوب مثال نام عالم زنن، اما عالم برود نوار بینن و باز از پسی مثال کارهای خانهشان شود. آیا همین تا چه اندازه مثلا ضرور است استفاده بردنشان؟ خلاصه این است که انسان باید لجام نفس خود را به دست خودش گیرد، یعنی که لجام شهوت و خواهش خود را سر ندهد، بی لجام نگذارد، اراده مستحکم داشته باشد. از الله تعالی توفیق بندگی پرسد که از این گناه ها ما را دور گردان گفته. ولی واقعا امروز تلفن چخیلی که در بالا اشاره کردیم سبب هلاک شوی مسلمان ها هست. اینستاگرام در آنجا هر خیلی نوارها نشر میشد، بهتر است که ندارید. یوتیوب تا جایی که میدونم یعنی که از این چیزا دورتر است، یعنی که با آن شبکه هایی که آبونه شدید فقط همون شبکه ها و هر چیزی که تماشا کردید به شما همون چیزا رو پیشنهاد میکنه. مثلا وقتی که درس گوش کردید، صحبت امر معروف گوش کردید، به شما صحبت امر معروف پیشنهاد میکنه. تجارت گوش کردید، تجارت پیشنهاد میکنه. چیزای گناه که تماشا کردید گناه پیشنهاد میکنه. به هر حال تا جایی که میدونم یعنی یوتیوب از اینستاگرام دیده به صلاحیت خوبتر است، لیکن به هر حال هر انسان وقت خود را خوب اداره کند. کدام وقت یعنی که از این چیزا استفاده میکنه. اونایی که مثال در پیششان اهل علم نیست یا راننده هستند یا در آشخانه ساعت‌های دراز کار میکنن و برای وقت را بیهوده نگذرانیدن، از این مانند این گونه صحبت‌ها از علم یا شنیدن قرآن که خیلی شبکه‌ای هست که 24 ساعت قرآن میمونن، از آنها استفاده برد تا اینکه قلبش وقتی که قرآن میشنوید به هر یک اعضا، هر یک آیت، فلان آیت به فلان اعضا، فلان آیت به فلان اعضا فایده دارد. خلاصه وقتی خود را اداره کنید، یعنی نشود که بله 10 دقیقه امر معروف گوش کنید و بعد 2 ساعت 3 ساعت از سر دیگر نوارها خسته نتوانید. این هم ضعیفی بنده را نشان میدهد. بعضی انسان ها شاید با نیت نیک درآیند لیکن برآمده نمیتونند دیگر. بعد نماز بامداد قضا میشه، تهجد از بین میرد و آدم ضرری کلام میبیند. بنابراین کوشش کنید یعنی به یک شبکه های آبونه شوید که از آنها برای دینتان و برای دنیاتان فایده باشد. هر چیزی که شما را از دین و دنیا دور میکند از آنها روی گردانید. الله تعالی اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.